به نظرت مظلوم ترین غذای ایرانی چیه؟ باورت نمیشه اگه بگم چیه، چون به خاطر پروتئین زیاد، به ویژه کلاژن و آمینو اسیدهای فوق‌العاده‌ای که داره، برای ترمیم بافت‌ها بی‌نظیره. کالری خیلی پایینی هم داره، کالریش حدود نصف کالری سینه مرغه. از گوشت و ماهی هم که دیگه خیلی پایین تره. به خاطر همینم یه انتخاب فوق‌العاده برای رژیم‌های کاهش وزنه. سرشار از ویتامین B12، زینک، سلنیوم و آهنه. برای تقویت سیستم ایمنی، خونسازی و سلامت پوست و مو و ناخنم که بی‌نظیره. به خاطر داشتن کلاژن طبیعی برای سلامت مفاصل و شادابی پوستم عالیه. ویژگی که توی کمتر گوشت دیده میشه، برخلاف گوشتای چرب مثل گوشت گوسفند، کلسترول و چربی اشباع شده کمی هم داره. پس برای بیماران قلبی، عروقی و کسانی که توی رژیم‌های کاهش وزن هستن هم یه انتخاب فوق‌العاده است. با توجه به حجم بالایی که داره، سیری زیادی بهتون میده و توی بدنتون یه احساس سیری ایجاد میکنه و باعث میشه اشتهاتون رو کنترل کنید بدون اینکه کالری زیادی وارد بدنتون بشه. شاید باورتون نشه، این سوپرفود همون سیرابی بدبوی خودمونه، اما خیلی پر از خاصیته. این ویدیو رو حتما برای دوستاتم بفرست تا بتونن ازش استفاده کنن و از این غذای بسیار مفید لذت ببرن.